اکنون بیاید بگردیم به جادوگران. جادوگران چه خیلی که در سوره جن هم گفتیم یکی از گروه قوی تراش با جن ها کار میکند. آره با جن ها کار میکند و جن بعضی از خبرهایی که توانست شنود از قلم و از تقدیر آمده به آنها خبر میدهد. برای همین بعضی از آیندگویی ها راست میگیرد و اگرچه یک چیز رو راست گوید هم مؤمنی با عقیده و با ایمان بگوید که این چیزی که او راست گفت معنایش نیست که او چیکار میکند او کارش درست است. اگر او چیزی رو راست گفت یا مثلا میگن فلانی بیمارها در نزد او شفا یافتند، به نزدیک خواهر میگه آخر در حقیقت خواهر من به نزد فالبین رفت و بعدن چی شد، بعدن حامله دار شد. و این چی میگه؟ امتحان پروردگار است. امتحان پروردگار است که او میخواهد شما رو بسنجد که شما چی کار میکنید، که اگر یک فالبین یگان کارش درست آمد از پی عبادت او میشوید یا کار دیگر میکنید. و اینجا دوام میدهیم، گفتیم یک گروهشان با جن ها کار میکنن، یک گروه اینها، یک گروه دیگرشان باشد فقط با خیال بافی و با فریب کردن مردم. چه خیلی که این جادوگر هم به حضرت ابوبکر گفت که نه من دروغ میگفتم. حاضر در بین ما سبحان الله هر زنی که تقریبا جای کار نمییابد دیگر او خواب دیده میخیزد، دیگر او میتواند کرنه کند، خاکستر چرخ زناند، اسپند دود کند، از بالای آتش دواند، تومار بندی کند. اینها فقط دروغ و فریبگر هستند. یعنی زیادتر میبینید زنهای پیرزن این کار رو میکنن، یا اینکه بعضی زنهایی که تماما خانشین و هیچ سواد ندارن. اینجا ببینید که با این چیز، یعنی درباره اینکه این زنها چرا این کار رو میکنن، معلوم است که این زن چی است، بیچاره جای کار ندارد یا گفتیم درآمد ندارد، با همین راه فریب او میخواد پول کار کند. اما عجایبات در آن هست که چرا مردم به او باور میکنن. یعنی همسایه ها همه میدونن که این انسان هیچی نخونده است، خودش 1001 درد و بلا دارد، خودش 1001 مشکلی دارد، باز میگوین نه فلانی فالبین است، کنی برای بچه‌ام دعا کنید، کنی عروس من حامله نشده ایستاده است برای این کار کنید. حیران میمونید برای مردم که چگونه میتوانند بروند و به این انسان باور کنند و اعتقاد کنند. یعنی گروهی کلانی جادوگران در بین مردم، چی در تاجیکستان چی در غیر این، فقط فریبگرها هستند. اینها چیکار میکنند؟ راهی پول رو میدونند که مردم خرافاتی، مردم درباره غیبیات یا درباره این گونه چیزها سواد ندارد، از بیسوادی مردم استفاده میبرند و پول مردم رو با همین راه میگیرند.